دردان بر اساس بالانس به معنی کاهش موجودی حساب شما نسبت به بالانس اولیه است. به عبارت ساده تر، وقتی شما شروع به معامله می‌کنید، بالانس حساب شما یک مقدار مشخصه. اگه در ادامه معامله هاتون ضرر کنید و موجودی حساب کاهش پیدا کنه، دردان شما بر اساس این کاهش محاسبه میشه. یعنی دردان به این معنی است که شما چه مقدار از بالانس اصلی حسابتون رو از دست دادید. در این مثال، اگه بالانس اولیه شما $10,000 باشه و شما $1,000 ضرر کنید، دردان شما 10% خواهد بود. این فقط به میزان کاهش موجودی حساب شما نسبت به بالانس اولیه اشاره داره. حالا دردان بر اساس اکویتی کمی متفاوته. اکویتی به موجودی فعلی حساب شما گفته میشه که شامل سود و ضررهای فعلی معاملات باز نیز میشه. دردان بر اساس اکویتی یعنی مقدار ضرری که شما در حال حاضر در معاملات باز خودتون دارید، به علاوه ضررهایی که در گذشته انجام دادید. در واقع دردان بر اساس اکویتی به شما نشون میده که حساب شما در لحظه کنونی چه مقدار از ارزش خودش رو از دست داده، حتی اگه هنوز معاملات شما بسته نشده باشه. برای مثال، اگه شما $10,000 بالانس دارین اما $3,000 از معاملات باز ضرر کردین، اکویتی شما $7,000 و دردان بر اساس اکویتی میتونه بیشتر از 10% باشه، چون در اینجا علاوه بر ضررهای واقعی، ضررهای پنهان از معاملات باز هم حساب میشن. دردان بر اساس بالانس فقط کاهش موجودی شما نسبت به بالانس اولیه حساب رو نشون میده. دردان بر اساس اکویتی کاهش موجودی شما رو با در نظر گرفتن سود و ضررهای فعلی معاملات باز نشون میده. در نتیجه دردان بر اساس اکویتی میتونه تغییرات سریعتری نسبت به دردان بر اساس بالانس داشته باشه، چون شامل تغییرات لحظه‌ای معاملات باز هم میشه.